سلام و احترامات یک بار دیگر الله مزی در خدمت هموطنان گرامی با بوجو کمپتخیت و یا سلام هموطن. دوستای گرامی، درس امروزی ما یک درس طولانی تر است. البته دیگه خدا کنه که خسته نشین همراه ما. و قبل از اینکه درس آغاز کنیم اگر در چینل نو هستین سابسکرایب کنین تا که از درس های بعدی نمانین، و اگر دوستای همیشگی هستین چینل همراه هموطنای ما شیر کنین تا که همه هموطنای ما از درس ها مستفید شوه و خودکفا شوند، از احتیاجات مردم براین. دیگه بیاین که آغاز میکنیم به درس امروزی ما درس 20 است که لسن و لیموسیون ای سانتیما. درست؟ یعنی به انگلیسی میگه emotion and feeling. درست است؟ احساسات، emotion احساسات میگه و feeling هم احساسات. درست است؟ دیگه درباره احساسات ما شما البته اینجا بعضی لغت هاست، بعضی چیز هاست که شما میخوانین و خودتون تجربه میکنین و در زندگی روزمرهتون استفاده میتونینش. درست است؟ پس بیاین که آغاز کنیم. طور معمول چه قسم که شما میبینین یه فهرست ما شماست که قدم به قدم پیش میریم و در اخیر لیست هستیم. دیگه البته معذرت میخوایم که در چند هفته زیاد مصروف بودم نتونستم به شما درس جدید بسازم و این بالاخره که ای آماده شده. درست است؟ درس ما آغاز میشه از سلاید نخست که accepter ouvrir. accepter ouvrir یعنی accepting opening یا open، معناش پذیرش و باز بودن. پذیرش به این معناست که وقتی که شما در یک جامعه هستین، در یک جای هستین، یک کس قهر است، یک کس درباره یک چیز گپ میزنه، شما پذیرش میکنین. درست است؟ یا میپذیرین. به طور مثال یک کس درباره یک چیز گپ میزنه و شما قبول میکنین. و اوپن به معنای ازی است که شما برای هر چیز البته چه قسم براتون بگویم مفکوره آزاد دارین. به این معنی درباره هر چیز یا هر شیء که می باشه شما آزادانه فکر میکنین و درباره از او د بیگ پیکچر یا مثال گپ بزرگ اندیشی میکنین. درست است؟ پس بیاین که ببینیم که چی چیزا شما در این صورت استفاده میکنین یا کدام لغت ها را استفاده میتونین. در این زمان باید داشته باشین دوستای گرامی که همیشه به حساب گرامری به شما ما توجه میکنیم. حساب گرامری اینجا ببینین کدامش که رنگای البته آبی است، تمامش مذکر است، تمام گلابی که است اینها اسمای مؤنث است. و در سلایدهای بعدی البته به این قسم به شما یا نشان ندادیم، فقط کداما که همراه در درس بعدی باز به شما میگم تشریح میکنیم. خیره. در این سلاید ببینین همه مذکر با 20 مؤنث با رنگ گلابی و طور معمول فرانسوی، انگلیسی، دری و پشتو موجود است. پس بیاین که آغاز کنیم. لغت نخست که ما شما داریم کالم. کالم کالم و به انگلیسی چه قسم میگه؟ کام. کام. درست است؟ در اینجا ال تلفظ میکنین، در اینجا ال تلفظ نمیکنین. به معنای چی؟ آرام. آرام. خب ببینین زمانی که شما مذکرش تلفظ میکنین چه قسم؟ satisfait. 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 و اگر مؤنث تلفظ میکنین satisfied. 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 به معنای چی؟ content. خوشحال. comble. comble. comble یا épanoui. 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 وقت زمانی که شما مؤنثش تلفظ میکنین این چیز است comble یا épanoui به معنای fulfilled. پوره شده، برای یا برآورده شده. درست است؟ لغت بعدی patient. passion. passion. ببینین تی تلفظ نمیشه وقتی که مذکر است. اگر مؤنثش تلفظ میکنین patient. patient. patient به معنای patient، صبور یا صبر کردن. صبور یا صبر کردن به معنی اینکه شما در یک چیز صابر هستین، حوصله داشته می باشین. درست است؟ پس ایره پاسیون یا پاسیونت. لغت بعدی که است دوستای گرامی چی است؟ ترانکیل.
tranquille tranquille یا paisible paisible paisible. زمانی که مؤنث میشه عین چی استک؟ عین تلفظ استک. tranquille و یا paisible. به انگلیسی چی میگه؟ peaceful peaceful یعنی صلح آمیز صلح آمیز. درسته دوستای گرامی؟ لغت بعدی که استک دیتاندو دیتاندو دیتاندو. درست استک؟ و دیگهش که استک دی کنسکره دی کنسکره دی کنسکره دیتاندو یا دی کنسکره. دوستا یک گپ متوجه شوین زمانی که هر لغت را که شما میبینین اگر در حالت مذکر نوشته است ببینید مثلا دیتاندو دی یو در آخرش ای نداره یا دی کنسکره در آخرش یک ایستک همراه زبرک. درست استک؟ وقتی که مؤنث میشه و ببینین بعد از یو یک ای اضافه شده و بعد از دی کنسکره ببینین یک ای دیگه اضافه شده. این را همیشه در یاد داشته باشین. زمانی که یک ای اضافه میشه به معنای از است که او مؤنث میشه. به انگلیسی چی میگش؟ relaxed relaxed یعنی ریلکس یا relaxed یا ریلکس آرام. درست است؟ confiant 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 یا confiant confiant trusting اعتماد کردن باور کردن. حالا از این لغات بعضی هایش به شما در جمله استفاده کردیم و این شما روزمره ضرورت دارین که استفاده کنین در زندگیتون. به طور مثال je suis calme je suis calme je suis calme I am calm من آرام هستم. elle est contente elle est contente elle est contente she is happy او خوشحال است. j'ai rempli ma tâche j'ai rempli ma tâche I completed my task. درست است؟ nous sommes patients nous sommes patients we are patient ما صبوریم یا ما صبور هستیم. c'est paisible c'est paisible it's peaceful صلح آمیز است یا این صلح آمیز است. je te fais confiance je te fais confiance je te fais confiance I trust you من به شما اعتماد دارم یا من به شما باور دارم. درست است؟ به طور مثال شما همراه وکیلتان گپ میزنین و وکیلتان بعد از سخن گفتن یا بعد از امو کیستان شما میتونین که بگین که من به شما باور دارم. صحیح است؟ je te fais confiance. یا به طور مثال بسیار در زندگی روزمره تان در کارهای روزمره تان میتونین استفاده کنین. به طور مثال بعضتان همراه دوست دخترتان هستین، بعضی البته زیاد چیزا در زندگی شما میتونید که استفاده کنین که je te fais confiance من بالای شما اعتماد دارم. درست است؟ میریم به اسلاید بعدی دوستا. در اسلاید بعدی باز هم قسمی که به شما در ابتدا گفتم که l'émotion یا ایموشن اما احساسات ما شنو هست. در اینجا احساسات خوشی را شما اظهار میکنین. la joie چی را میگه؟ خوشی را چی میگه؟ joie. درست است؟ و به انگلیسی برش چی میگه؟ joy. البته انگلیسی برش خوخی میگه و دری برش چی میگه؟ خوشی. درست است دوستای گرامی؟ بیاین که حالا بخوانیم درباره از این که چی گفته. ایتونه stupefait ابی. خود دوستا ببینین قبل از اینکه پیش بریم با شما ایگه پده یادتون بدم که ای تونه نوشته شده تا به این قسمت پیش از این علامه جدایی یا پیش از این علامه منفی براتون به زبان عامیانه بگوییم. از منفی به طرف چپ ای که استک مذکر استک. اگر شما بعد از ای زبردار یک ای دیگر اضافه کنین ای مؤنث میشه. به می قسم stupefait به می قسم ابی. درسته دوستای گرامی؟ پس این را خوب در یاد داشته باشین زمانی که در آخر بعض یگان تا استثناء است. اگر استثناء بغیر در زیاتر حرفا در زیاتر لغات در زیاتر
فعل ها که شما یک ای را اضافه کنین او به چی تبدیل می شود؟ او به مؤنث تبدیل می شود. درست است؟ خدا کنه که موضوع براتون واضح شده باشه. خب ایتونه یا stupefy یا ای چی معنا میده؟ amazed شگفت زده. درست است؟ شگفت زده یا حیران. بعدی که است قوی. ببینین اگر این منفی را پس کنین یک ای ببرین باز هم قوی تلفظش عین چیز می باشه ولی مؤنث میشه. درست شد؟ یا همه ایتان کسایی که در فرانسه هستین حال بلد شدین. آنشانته. صحیح است؟ به انگلیسی چی میگه؟ delighted. خوشحال. خوش و خوشحال. درست است؟ لغت بعدی که داریم ما شما چی است؟ فربان. بعدیش که است؟ پاسیونه. به معنای چی؟ eager. به معنای چی دوستا؟ مشتاق به معناش میفهمین؟ به معنای ازی است که شما دلتون به طرف یک چیز میرود، نه؟ شوقی یک چیز میشین، مشتاق یک چیز میشین. درست است؟ آنتوزیاست. ببینین این هم میل است هم فیمیل است. هم خود لغت که است هم ماسکولین است هم فیمینین است. درست است؟ انگلیسیش enthusiastic یا excited. مشتاق و یا هیجان زده. خب لغت بعدی که از دوستا اوغو. این مذکر است. اگر شما مؤنث استفاده میکنین اوغوز. درست است؟ سین در آخرش اضافه میکنین اوغوز. به معنای چی؟ هپی. معنای خوشحال. درست است دوستای گرامی؟ لغت بعدی که هست انسپیر. به انگلیسی چی؟ inspired. الهام گرفته یا الهام. درست است؟ بعضی ها میگه در قلب من الهام شده یا یک قسم میگه الهام شده به من. همین لغت به معنای چی است؟ انسپیر. درست است؟ لغت بعدی که هست دوستای گرامی چی است؟ ریویگوره. نرم تلفظ میکنم تا که شما تلفظات زیاد یاد بگیرین. ریویگوره یا وی فیه. درست است؟ که انگلیسی چی است؟ invigorated. نیرومند شده یا تقویت شده. درست است؟ یک چیز تقویت می شود، یک چیز نیرومند می شود، یک چیز قوی می شود. درست است؟ به این معنا. خب ویوان. lively زنده. درست است؟ پاسیونه یا اقدان. هی هم به انگلیسی چی میگه؟ passionate. پرشور یا دلچسب. درست است؟ پرشور. انجوه. playful. بشاش، بازیگوش. درست است؟ البته بازیگوش کم آمده میتونه. بشاش درست است زیادتر. بشاش یا مثال گپ جایی که شما زیادتر از یک چیز لذت میبرین و خوش میباشین. درست است؟ غدیو یا غدیوز. radiant به انگلیسی میگه تابناک به معنای چیز دوستا؟ یعنی یک چیزی که به شما روشنی میده. درست است؟ روشنی به طور مثال هفته و تابناک است، نه روشنی میده. یا بعضی اوقات آینک است تابناک است. درست است؟ غدیو یا غدیوز. باز هم ویگوغه رفرشت. ببینین دوستا یک لغت در عین زمان چندین معناها داشته میتونه باشه. خب پس این یک معنای دیگه ویگوغه است که رفرشت یعنی تازه.
نیرومند یا تازه. درسته دوستای گرامی؟ حالا امی لغات اینجا به شما جملات جور شده. خب سعی تمرکز کنین. Je suis ravi de vous voir. Je suis ravi de vous voir. Je suis ravi de vous voir. دوستای گرامی به طور مثال فکر کنین که شما یک جای رفتین انترویو دادین و در انترویو وقتی که خلاص میشوین با همو کدام اچار یا با هر کسی که شما را استخدام میکنه با او قول میتین و او را میگین Je suis ravi de vous voir. درست است؟ I'm delighted to see you. یا من از دیدن شما خوشحال شدم. یا به طور ساده به شما بگویم، به طور ساده فکر کنین که شما یک جای میرین با یک کسی ملاقات میکنین و در اخیر از او تحسین میکنین که من بسیار خوش شدم که شما را دیدم. درست است؟ پس اینمی جمله را شما استفاده کنه میتونین. یک جمله است که تمام روز شما میتونین همراه دوستایتان که علاقمند هستین و در آخر ملاقات میتونین که این گپ استفاده کنین. صحیح شد؟ جمله بعدی است که Je suis vraiment heureux. Je suis vraiment heureux. Je suis vraiment heureux. I'm very happy. من خیلی خوشحالم. درست است؟ C'était passionné. C'était passionné. C'était passionné. It was passionate. پرشور بود. پرشور بود. صحیح است؟ Nous sommes rafraîchis. Nous sommes rafraîchis. Nous sommes rafraîchis. ما خودم میگه تازه کردیم یا ما خودمان را تازه کردیم. صحیح است؟ We refreshed ourselves. درست دوستای گرامی؟ پس از این سلاید نیز خلاص شده ما شما. میریم به طرف سلاید بعدی. خب دوستا در این سلاید بعدی ببینید شما باز هم نوشته شده که کولر le dérangement. le dérangement. اگر کولر بگوین غصه است، عصبانیت است، قهر است. اگر دیرانجمان بگوین چی را میگه؟ مزاحمت میگه. درست است؟ دیرانجه، دیرانجمان. درست است؟ پس درباره از این دو لغت که چقدر لغت های دیگه در کدام جایی که شما مثلا لغات استفاده میکنین تمامش در اینجا لست شده. صحیح است؟ که کولر یا لو دیرانجمان را به انگلیسی چی میگه؟ anger یا annoyance. عصبانیت و یا مزاحمت. trouble یا trouble. trouble trouble. agitated agitated چی مانا؟ مزاحمت، مشکل، آشفته. درست است؟ énervé énervé énervé. agacé agacé agacé. aggravated aggravated. خشمگین یا اذیت شده. خشمگین، اذیت شده. درست است؟ لغت بعدی amer ایمر ببخشین ایمر ایمر ایمر. better تلخ. درست است؟ البته دوستا تلخ اینجا چی معنا میده؟ تلخ خوراکی نیست که اینجا. این تلخ به این معنا است که به طور مثال شما دو تا دوستا هستین با هم مذاق میکنین، در بین مذاق یک دفعه یکیتان تلخ میشین. به معنای تلخ به معنای است که قهر میشین بالای دیگه تان. مثلا میگین اوه تو چرا یک گپ زدی؟ دیده باشین نه؟ تجربه کرده باشین بعضی اوقات دوستا بین خود تلخ می شود، با بین خود قهر می شود. پس اینمی تلخ شدن چی میگه؟ ایمر. درست شد؟ خب لغت بعدی است کلینیک سپتیک. خب کلینیک کلینیک سپتیک سپتیک دیبیوتاتیو دیبیوتاتیو دیبیوتاتیو. ببینین البته کلینیک و سپتیک ای اردوش میتونه که مذکر است و این دیبیوتاتیو که همراه ای دیبیوتاتیو فرق میکنه. زمانی که مذکر استفاده میکنین از بالایی استفاده میکنین و زمانی که مؤنث استفاده میکنین به یک قسم سپلش تغییر میکنه. درست است؟ که هم کلینیک به معنای چی است؟ مشکوک یا بدبینانه. بدبینانه برای کسی بدبین هستین. درست است؟ به یک قسم. لغت بعدی که است مکانتون مکانتون مکانتون. درست است؟
با انگلیسی چی میگه؟ Dysgranulated. Dysgranulated. ناراضی، ناراض یا ناراضی. درست است؟ Perturbé. 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 Disturbed. Disturbed. به معنای چی؟ مختل، مختل، گدواد. زیادتر اگر شما دیده باشین در گاغا که مثلا به طور مثال که ترینا مثلا گدودی میکنه یا تال میخوره یک چیز میشه دمو چی نوشته میکنه که مثلا معذرت میخوایم ترین پختیو شده. درست است؟ در کل گاغا شما متوجه شوین زمانی که ترین تال میخوره باز نوشته میکنه براتون میگه لطخه پختیو. درست است؟ به قسم نغوو، 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 نغووس، نغووس. ایجی، عصبی. درست است؟ عصبی. exaspéré, 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 exasperated. این هم عصبانی یا عصبانیت. frustré, 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 frustrated, frustrated ناامید یا مایوس. درست است؟ ناامید یا مایوس. درست است دوستای گرامی؟ خب لغت بعدی که است فوریو، فریو، فریو یا فریوس، فریوس، فریوس. به انگلیسی چی میگه؟ فریوس. چی مانا؟ خشمگین، خشمگین. گرانشو، گرانشو، گرانشو. وقتی مؤنث شود گرانشوز، گرانشوز. گراوچی، بدخلق، بد اخلاق. درست است؟ هاستل، 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 هاستل. ببخشین اچ او تلفظ میشه هاستل. یا مؤنث است هم مذکر است که به انگلیسی چی میگه؟ هاستل. خصومت آمیز یا دشمنانه یا اما خصومت آمیز. درست است؟ امپاسیون، امپاسیون، امپاسیون. انتولران، انتولران، انتولران. impatient به صبر. درست است؟ کسی که صبور نباشه. irrité, irrité, irrité. irritated, irritated. تحریک شده، تحریک شده یا خفه شده یا قهر شده. درست است؟ کم تحریک شد به معنی است که یک نفر که تحریک میکنه به معنی است که خفه میسازین. درست است؟ irrité, irrité. خب البته این فوقیو و فوقیوس دوباره تکرار شده اینجا دوباره. خیره. خب لیونیتیک، 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 لیونیتیک. مؤنث هم است، مذکر هم است. موری به معنای چی است؟ به معنای بد اخلاق. تاندو، تاندو، تاندو. آن ایج، آن ایج. به معنای چی؟ روی لبه، روی لبه. البته دوستا روی لبه چی معنا میده اینجا؟ به معنای ازی است که یک نفر بسیار نازک طبیعت است. ما شما میگیم من بسیار نازک طبیعت است، زود که قار میشه. این قسم. درست است؟ خب این هم ادامه داره. اسلاید بعدی اوتخه، اوتخه، اوتخه. out outer aged، outer aged. عصبانی. درست است دوستا؟ خب outer age. بله عصبانی یا قهر. درست است؟ وقتی شما بالا یک چیز قهر میشوین یا عصبانی میشوین ونموره اوتخه میگه. خب لغت بعدی که است ایگره، ایگره، ایگره یا غان کنوه، غان کنوه، غان کنوه. خب به انگلیسی چی میگه؟ recent fall، recent fall، recent fall. به معنای چی است؟ دلخور، دلخور. درست است؟ یا ما شما میگیم من نمیگیم یک کس است بسیار زیر زیری است یا دلخور است. نه به قسم. خب لغت بعدی که است دوستای گرامی چی نوشته است؟ کنتر، کنتر رخیه، کنتر رخیه، کنتر، کنتر، کنتر رخیه، کنتر رخیه، کنتر رخیه. افکته، افکته، افکته.
فشه فشه چی مانا؟ upset یا ناراحت یا خفه یا دق. درست است؟ کنخقیه افکت ایفش ببخشید فشه ارتش یک مانا میده. وندیکاتیو یا وندیکاتیو این مذکر است، این مؤنث است که به انگلیسی برش هم وندیکاتیو میگه. کینه جویانه. درست است؟ کینه، بعضی ها کینه میجوینه، اونمو کینه جویانه رو چی میگه؟ وندیکاتیو. وندیکاتیو. حالا بعض لغت های بالا رو ما اینجا با شما جمله جور کردیم. ببینین لطخه پرتوبه. لطخه پرتوبه چی میگه؟ در disrupted train قطار مختل شده. درست است؟ Je suis mécontent. Je suis mécontent. I am unhappy. من ناراحت هستم. من دق هستم. صحیح است؟ من خفه هستم. Elle est nerveuse. Elle est nerveuse. Elle est nerveuse. ببینین به خاطر که این سابجکت به خاطر خانم است، elle به مخاطر نرووس استفاده شده. شما ببینین اینجا نرو نرووز. متوجه شدین؟ اینجا ماوس رو ببینین به رنگ چیست؟ گلابی. پس ببینین نرووز نوشته شده. She is nervous. او عصبی است یا او قهر است. Je suis frustré. Je suis frustré. I'm frustrated. I'm frustrated. من ناامید هستم. درست است؟ چی هستم؟ من ناامید هستم. به معنای ازی است که شما اینترویو مثال به طور مثال فکر کنید اینترویو تان دادین و منتظر جواب هستین و یا کدام خدا ناخواسته بعضی ها رد گرفته و منتظر محکمه است و بعضی چیز هاست و شما در این حالت میتونید که بگوین که je suis frustré. من ناامید هستم یا من مثلا به خاطر این موضوع که اسناد مطال خورده چی شدیم؟ ناامید شدیم. درست شد؟ حالا این کدام سلاید که شما میبینین این درباره چی است؟ درباره کدام احساساتی که شما درباره شجاعت دارین یا توانایی دارین است. درست است که کوراژ یا لا کپاسیتی میگه. لا کپاسیتی به انگلیسی چی میگه؟ courage power. courage power. خب لغت نخست که اینجا ما شما داریم چی است؟ I want to go. I want to go. I want to go. یا I want to rose. I want to rose. I want to rose. Aventurious. Aventurious. پرماجرا. درست دوستا؟ پرماجرا. لغت بعدی است brave. 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 ام مؤنث است، ام مذکر است. اگر بگوین courage courage courageux courageux courageux. وقتی که مؤنث استفاده میکنین courageuse courageuse courageuse. به معنای چی؟ brave. brave. شجاع. دلیر. درست است؟ شجاع و دلیر چی میگن؟ یا brave بگوین و یا courageux یا courageuse. درست است؟ capable. 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 هم مؤنث است هم مذکر است. درست است؟ و یا چی؟ compete. 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 capable. به انگلیسی چی میگش؟ capable. توانا. توانا یک کسی که یک چیز را انجام داده میتواند. capable. assurer. 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 درست است؟ assurer. یا confident. 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 یا confident. 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 ببینین اگر ت همراهش تلفظ کنین مؤنث میشه. confident. confident. این رکتش تلفظ کنیم confident. به انگلیسی چی میگه؟ confident. مطمئن. وقتی که شما بالا یک چیز مطمئن میباشین confident یا confident یا assuré. خب لغت بعدی که است audacieux. 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 عقدی. 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 البته دوستای گرامی امی اوداسیو ای که است که اینجا مذکر است، مؤنثش در اینجا علیحده نوشته شده.
audacious 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 daring درست است daring شجاعانه یعنی کسی که یک چیز را تحمل میکند شجاعانه درست است خب دوستای گرامی لغت بعدی که است obstinate 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 determined determined چی مانا مشخص مشخص لغت بعدی که است fier 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 proud 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 البته دوستا افتخاره میگم مغرور بر مغرور هم استفاده می شود درست است البته بعضی اوقات از پیش ما اگان لغت ها اشتباه می باشه ما البته قسم که براتون قبلا عذر خدا پیش کردیم مصروف زندگی استیم مشکلات ها زیاد از بعضی جای ها از پیش ما در تایپینگ غلطی میشه دیگه به بزرگواریتون ما رو بخشش کنین درست است خب فوق 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 strong strong قوی مغتان 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 worthy worthy شایسته درست است شایسته به معنای است که مغتان به معنای است که شایسته یک چیزه درست است حالا علمی لغات بعضی هاش در اینجا در جمله استفاده شده درست است un voyage aventureux un voyage aventureux un voyage aventureux درست است an adventurous journey an adventurous journey یک سفر پرماجرا درست است به طور مثال شما میرین یک جای چکر میزنین در یک کوه میرین در یک مغاره میرین بعضی چیزها رو سیل میکنین بسیار خوشتون میاد و بعضی قصه ها را مثلا همراهتون میگیرین یا به طور خلاصه بگین فکر کنین که ایجیپت یا مصر میرین اما احرام ثلاثه را ملاقات میکنین بعضی در بین احرام ثلاثه شما ماجراها یا کدام بتا و یا کدام فرعون ها که اونجا هستک درباره از او کدام چیزها را که شما همراهتان نوتس میکنین اینمی فکر کنین که یک سفر پر ماجراست درست شد خب ببینین حالا سه اونفی کوراژوز سه اونفی کوراژوز اینجا گفتیم که برای مؤنث چی استفاده میشه کوراژوز چی she is a brave girl به خاطر که اینجا she ببینین اون فی یک دختر درست است میگه او یک دختر چی است شجاع است به خاطر که دختر از کوراژوز آمده درست شد جمله بعدی که است ژ کانفیانس ژ کانفیانس ژ کانفیانس ژ کانفیانس I trust ببینید در انگلیسی در فرانسوی قسم گفته میشه ژ کانفیانس من دارم باور من دارم باور یا من اعتماد دارم ولی در انگلیسی گفته میشه I trust مستقیم میگه که باور میکنم فرقاش بعضی اوقات همین قسم می باشه خب جمله بعدی که است که je suis fier d'être afghan je suis fier d'être afghan I am proud to be afghan من به افغان بودنم افتخار میکنم یا من افتخار میکنم که افغان هستم درست شد دوستای گرامی پس این درباره چی بود درباره شجاعت و توانایی یک کسی بود درست دوستان بریم به اسلاید بعدی که در اسلاید بعدی درباره چی ما شما میخوانیم بخیر درست است خب در اسلاید بعدی دوستای گرامی باز هم ببینین درباره چی است تاندر یا loving صمیمی بودن یا با محبت بودن درباره از این چیزها ما شما حالا گپ میزنیم در اینجا ببینید دوستای گرامی باز هم اوورق یا اوورت ببینید قبلا براتون گفتم ببینید اوورق به معنای باز است یعنی مثلا افغلا پخت دروازه را باز کنین تیر داخلش تلفظ نمیشه نه اوورق وقتی که اگه مؤنث استفاده میکنین اوورت درست است پس اوورت و یا تولران accepting پذیرش درست است پذیرش
ای اوور و یا تولران به معنای از این است که شما به یک چیز پذیرش دارین به طور همدیگر پذیری. درست است؟ یا به این قسم براتون بگویم که بعضی انسان هست که یگان چیز میپذیره، یگان مثلا موضوعات کلچر، موضوعات زبان، خدا نکنه که البته ما درباره چیز راسisتی گپ دیم، خیلی به معنای از این است که یکی دیگر را میپذیره. این میره چی میگه؟ این میره اوور یا تولران میگه که یکی دیگر را میپذیرن، accepting قبول میکنن، پذیرش میکنن. درست است؟ لغت بعدی که هست effective 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 یا affectious affectious affectious. به انگلیسی چی میگش؟ affectionate affectionate محبت آمیز محبت آمیز. attention یا attentionne 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 caring مراقبت مراقبت. درست است که به یک چیز مراقبت میکنین یا توجه میکنین. خب کامبله 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 یا ایپانوی ایپانوی فولفیلد. البته ما شما در چی نخستم خواندیم یا یادم سلاید اول چی است فولفیلد؟ برآورده شده یا انجام داده شده. درست است؟ آن سکیوریتی آن سکیوریتی آن سکیوریتی سیف به خطر به خطر. شلوغو شلوغو شلوغو. اگر مؤنث استفاده میکنین شلوغوز 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 به معنی چی؟ وارم گرم. خب حالا از بعض لغت های اینجا استفاده شده. سیستک c'est vraiment effectueux c'est vraiment effectueux c'est vraiment effectueux it's really affectionate واقعا محبت آمیز است. درست؟ یا بعضی اوقات اگر متوجه شده باشین همراه دوستاتون که خداحافظی میکنین و یا بعضی اوقات به یگان تا میگین که prends soin de toi prends soin de toi prends soin de toi به معنای چی است؟ take care of yourself مراقب خودتان باش یا توجه کو برای خودت یا متوجه خودت باش. صحیح است؟ این خود روزمره البته در وطن زیادتر وطن داره ما شما که درامایی گپ میزنه و یا بعضی ها از البته کم مذاق هم کنیم نه، اما اگان تلسی ملسی و هم گپا را که در زمانش دیده نه که مراقبت باش و متوجهت باش. درست است دیگه. اونمو جمله را اینمی قسم گفته میتونین در فرانسوی prends soin de toi take care of yourself مراقب خود باش. خب جمله آخری که داریم notre vie est en sécurité ici notre vie est en sécurité ici our life is safe here زندگی ما اینجا امن است یا ما شما زندگی امن داریم اینجا. درسته دوستای گرامی؟ دیگه این سلاید ما شما نیز به پایان رسیده که درباره چی بوده؟ درباره صمیمی و صمیمیت و محبت بود. حالا میریم به سلاید بعدی که در سلاید بعدی چی است. خب حالا ما شما درباره لاتریستس یا لاتریست میخوانیم. درست است که تریست یا لاتریستس به معنای ازی است که به انگلیسی چی میگه؟ sadness خفگی یا غمگینی. درست است؟ دیگه دوستای گرامی باید داشته باشین اگر بعضی هموطنای ما یا کدام هموطنای ما که در کمپ ها زندگی کرده آنها به طور رگولر یا به طور باقاعده اما کدام خانما که می آمده که میگفته که من سایکولوژیست هستم مکیستم و هستم که در تو دیپخیمی داری میتونی بیای همراه ما گپ دی. یادتان است نه؟ پس همون دیپخیمی اینجا در نظر گرفته شده. یعنی اگر غمگین هستین یا خفگی دارین یا با کم خلاصه براتون بگویم بعضی هموطنای ما بوده که مثلا میگفته که من خودکشی میکنم یا میره در سر پلا میشیشته یا در سر دیوالا میشیشته. البته تجربه خود براتون میگم که من خودم میندازم پایین. اونمو مریضی رو چی میگه؟ دیپخیمه دیپخیمه دیپخیمه. به انگلیسی چی میگش؟ depressed 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 افسردگی. چی؟ افسردگی. افسردگی یک مرض دوستای گرامی که باید شما همراه از دمو سایکولوژیست ها گپ دین و اونما بالاخره اگه ببینه که مریضیتون زیاد است به شما دوا میده.
خب لغت بعدی که دیسیو 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 disappointed ناامید شده. این هم از یک چیزی که شما ناامید میشین دیسیو استفاده کرده میتونین. خب découragé 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 démoralisé 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 discouraged discouraged دلسرد دلسرد triste 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 melancholique melancholique هم مؤنث است هم مذکر است. forlorn forlorn غمگین. لغت بعدی که است désespéré 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 یا dévasté 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 heartbroken heartbroken دل شکسته. صحیح است؟ مثلا شما میگین که من دلم شکسته دیگه. je suis désespéré. درست شد؟ به قسم. یا désespéré hopeless هم معنا میده، یعنی ناامید یا قلب شکسته و یا ناامید. درست است؟ این مربوط شما میشه که چه قسم استفاده میکنین. جمله لغت بعدی که است سول سول lonely تنها. درست است؟ لغت بعدی که است malheureux 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 malheureux. البته malheureux که است مذکر است. اگر مؤنثش استفاده کنید ببینید در رنگ گلابی اینجا نوشته است malheureuse malheureuse. و اگر از این دو تا استفاده نمیکنین شما میتونید که triste بگوین triste triste. درست است؟ triste به معنای چی؟ unhappy ناراضی ناراضی. درست است؟ شما ناراضی هستین یا البته به قهر هم استفاده میتونین. درست است؟ یا دق البته قهر نه ناراض و یا دق. درست است؟ یا خوشحال نباشین. خب یکی لس لا یکی لس لس لا لس. این مذکر است و هیچ مؤنث است. weary weary به معنای خسته. خب دوستا این خسته به معنایش از این نیست که ما شما مانده باشیم. درست است؟ خسته دو رقم است. یک خسته است که ما شما کار میکنیم مانده میشیم خسته میشیم نه او این لغت به او خسته استفاده نمیشه. خب دوستای گرامی این به خاطر جگرخونی استفاده میشود. در اسلاید بعدی اومیا یک به خاطر خستگی شما استفاده میکنین. و لغت بعدی که دارین شما چی است؟ اقدان 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 اقدان. خب yearning yearning آرزو یا اشتیاق. درست است؟ آرزو و یا اشتیاق. خب بعضی لغت ها اینجا باز استفاده شده جملات. مثلا je suis déprimé je suis déprimé tu es déprimé elle est déprimée. درست است؟ I'm depressed من افسرده هستم. به طور مثال شما دپرشن پیدا کردین، شما مشکل پیدا کردین، میرین پیش دکتر میگن که je suis déprimé من افسرده هستم. لغت جمله بعدی که است سعی کنین elle est déçue elle est déçue elle est déçue he is disappointed او ناامید است او ناامید است. او مرد ناامید است یا به خاطر اسناد خود یا به خاطر کاربار پیدا نمیکنه و یا و غیره و غیره. ne le dérange pas ne le dérange pas. ببخشید dérange نه décourage pas. معذرت میخوایم. ne le décourage pas. don't discourage him don't discourage him. درست است؟ او را ناامید نکن. او را ناامید میگه نکن. j'ai une histoire déchirante j'ai une histoire déchirante. I have a heart breaking story. من یک داستان دلخراش دارم و یا بله دلخراش دارم. nous sommes désespérés nous sommes désespérés. ما میگه چی شده مک؟ we are desperate. ما ناامید هستیم. ما ناامید هستیم. درست است دوستای گرامی؟ دیگه ای بود درباره چی؟ درباره خفگانی و یا درباره دقیقت غمگینی. اسلاید و تمام رسید.
در این اسلاید دوستای گرامی شما میخوانید درباره دیتاشه یا به انگلیسی برش چی میگه دیتاشه را دیتاشت، جلا یا جدا، هر دوش یک معنا میتسید. خب دیستان، 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 réservé réservé froid froid الوف، دور، درست است؟ دور. indifférent 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 به انگلیسی چی میگیش؟ indifferent indifferent به تفاوت، به پروا، به تفاوت. mal à l'aise mal à l'aise mal à l'aise gêné gêné embarrassé 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 uneasy یا به معنای چی است؟ نارام، ناراحت. سیز renfermé 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 یا چی؟ introverti 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 withdrawn برداشته شده، یا دوباره گرفتن یا برداشته شده. درست شد دوستا؟ این درباره چی است؟ دیتشه، جلایی یا جدایی. اوغو خوشحال، اوغو اوغو، ببخشین اوغو نیست، آنتو 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 شم، شرماور. درست است؟ البته موضوع از دیتشه این دیگه موضوع نو شروع شده درباره شرم مثلا گپ میزنین. آنتو 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 مثلا میگیم که شرماور به خاطر مذکر. اگر به خاطر خانم استفاده میکنین آنتوز 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 shameful شرماور. درست است؟ ژنه ژنه و یا کامپلکسه کامپلکسه کامپلکسه. سلف کانشیس، البته شاید که اشتباه کرده باشه میره، خب خیر یه قسم نیست، خب خیر اشتباه شده در اینجا. ژنه و کامپلکسه به معنای چی است؟ به معنای است که ناراحت، و یا کامپلکسی هم به معنای یک چیزی را که پیچیده میسازین. اما به معنای است که یک چیز به شما پیچیده میشه و به شما یک چیز طولانی میشود و شما بالای از شرم‌آور میشوین. درست است؟ به یک قسم. فیابل 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 لش 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 به معنای چی؟ ویک ویک ضعیف. درست است؟ ضعیف. خب المال علیز المال علیز he is uncomfortable he is uncomfortable او ناراحت است. صحیح است؟ المال علیز مثلا یک کس ناراحت است المال علیز، یا مثلا میگه که من ناراحت هستم je suis mal à l'aise. درست است؟ یا مثلا میگن که c'est vraiment gêné c'est vraiment gêné it's really embarrassing واقعا شرم‌آور است او واقعا شرم‌آور است یا واقعا ناراحت کننده است. درست است؟ خب دوستا میتونین که ایرا هم شرم‌آور استفاده کنین هم ناراحت کننده بگین. درست است؟ c'est honteux c'est honteux c'est honteux it is shameful شرم‌آور است. درست است؟ یا این شرم‌آور است. درست شد دوستای گرامی؟ پس ما شما از این سلاید نیز خلاص شدیم. میریم به طرف اسلاید بعدی. در این اسلاید دوستای گرامی ما شما پوغ میخوانیم. پوغ 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 و یا fear که با در این چی میگه؟ ترس ترس، هراس. درسته؟ شما از یک چیز میترسین. خب در اینجا گفتهش لغت اولی بر شما که است آنکسیو 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 نغوو نغوو تاندو تاندو. زمانی که مؤنث استفاده کنین anxious anxious nervous nervous تاندو تاندو. به انگلیسی بر چی میگه؟ anxious عصبی یا اندیشناک. صحیح است؟ مثلا شما عصبی میشین یا اندیشناک به معنای است که درباره یک چیز در فکر میرین، در یک چیز فکر کنین که شما در یک فکر غرق میشین. درست است؟ پس این قسمه
یا انکسیو یا نقو یا تاندو استفاده میکنین. درست دوستای گرامی؟ خب خب لغت بعدی که است چی است؟ کخنتیف، کخنتیف، کخنتیف یا کخنتیو. اینجا مذکر است و اینجا مؤنث است. کخنتیو و یا کخنتیف هر دویش یک چیز خوانده می شود. fearful، fearful یعنی ترسناک، ترسناک. هزیتان، 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 hesitant. مردد، دودله یا دودل. البته هزیتان دوستا به چی معنا میته؟ یعنی دل نادل میگه. یکان تا میگه تا نه میگه دل نادل نکو، یک کار را که میکنین دل نادل نشوین. صحیح سکنه امو دل نادل شدن، یا به طور مثال براتون بگم اکثر یک چیز شما شک بر میشوین، والا اما امی چیزا بخرم نخرم، اگه بخرم فایده کنم اگه نخرم تاوان کنم. این البته چی میگه؟ مردد میگه یا دو دله میگه. نه به قسم. آنکه، 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 آنکه worried نگران. درست است؟ نباره یک چیزه نگران بودن. باز دیگه موضوع شروع میشه دوستا اینجا که چی است؟ la gratitude، la gratitude، la gratitude، gratitude سپاسگزاری. درست است؟ reconnaissant، 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 appreciative، appreciative قدردانی. درست است؟ از یک چیز شما قدردانی میکنین. البته شما خود گراتیتیود هم استفاده میتونین، reconnaissant هم اپریسی رو استفاده میکنین. البته اپریسی رو فکر میکنین که از یاد ما رفته نوشته نکردیم. درست است؟ خیره. لغت بعدی که است شانسو، شانسو، شانسو یا شانسوز، شانسوز. لکی خوش شانس، خوش شانس. توشه، توشه، توشه. و لغت بعدی که است امیو، امیو، امیو تشت، لمس کرده یا لمس شده. موضوع دیگر که است culpability، 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 culpability guilt گناه. درست است؟ coupable، coupable، coupable میل یا فیمیل چی است؟ guilty، guilty گناهکار. coupable. plat de regret، plat de regret، plat de regret. remorseful، remorseful پشیمان. دیگه پشیمان دوستا میفهمین اینی که خب وقتی که شما یک چیز را مثلا فکر کنین در حساب بزنس یک چیز را ارزان پیدا میکنین نمیخرین دل میزنین و پسان باز او قیمت میشه و مثلا شما فایده میکنین و او وقت خریده نمیباشین بالا از او پشیمان میشوین. نه یعنی پشیمانی رو چی میگه فرانسوی؟ بلادی غوغه. حالا از این لغات بعضی های جمله استفاده شده بیاین که بخوانیم. C'est une histoire effrayante. C'est une histoire effrayante. C'est une histoire effrayante. It's a scary story. داستان ترسناک است. یا این یک داستان ترسناک است. N'hésite pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Do not hesitate. شک نکن. درست است یا مردد دودله نشو. Je t'apprécie. Je t'apprécie. Je t'apprécie. I appreciate you. من از شما قدردانی میکنم یا من از شما قدردانی میکنم. C'est un garçon chanceux. C'est un garçon chanceux. He is a lucky boy. He is a lucky boy. Je suis tombé coupable. Je suis tombé coupable. I feel guilty. I feel guilty. مقصر افتادم یا مقصر شدم که خودم مقصر احساس کردم. درست است دوستا؟ مثلا شما یک چیز را میکنین یک گناه را میکنین و بعدا خودتان حس میکنین که ما یک گناه را کردیم و خودتان پشیمان میشوین. درست است؟ به قسم. میریم به اسلاید بعدی. حالا دوستا اینجا گفته شده l'espoir، l'espoir، l'espoir که به انگلیسی چی میگش؟ hope. و ما شما برای چی میگیم؟ امید، امید، آرزو.
زمانی که شما بگوین که پلاد اسپوغ full of hope، سرشار از امید، سرشار از امید یا پر از امید، درست است؟ اپتیمیست، 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 اپتیمیست خوشبینانه میگه دوستای گرامی. پوزیتیو مثبت، پوزیتیو هم مثبت ولی مؤنث. به انگلیسی چی میگش؟ اپتیمیستیک، اپتیمیستیک، خوشبینانه یا خوشبین. خب کانفیان، کانفیان اگر مؤنث میخوانین کانفیانت، کانفیانت. trusting اعتماد کردن، بالا یک چیز اعتماد کردن، باور کردن. صحیح است؟ خب باز موضوع دیگه شده اینجا گفته شده که امپویسان، 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 پاورلس، بی قدرتی، درست است؟ این حال شما درباره چی گپ میزنین؟ درباره که قدرت یک چیز را ندارین، ضعیفی احساس میکنین. incapable، incapable، incapable یا incompetent، incompetent، incapable، not one. درست دوستای گرامی؟ not one. یک چیز را شما ناتوان هستین، زورتان نمیرسه، پس چی هست؟ incapable یا incompetent. خب غیزینه، غیزینه، غیزینیه، غیزینیه. resigned استفاده داده یا استفا کرده یا استفا کردن. خب موضوع دیگه است لا sensibility، لا sensibility، لا sensibility، tenderness محبت، لطافت. درست است؟ درباره محبت و لطافت که گپ میزنین پس از اینها استفاده میکنین. attenzione، attenzione، درست است؟ درباره یک چیز شما attention میکنین یعنی توجه میکنین. درست است که به انگلیسی برش چی میگه؟ care، caring یا care، مراقبت کردن. affectio، affectio یا affectuous، loving با محبت. صحیح است؟ با لطافت. حالا بعض لغات اینجا استفاده شده. c'est plein d'espoir، c'est plein d'espoir، it's full of hope، پر از امید است. یا مثلا شما میگین je plein d'espoir، من پر از امید هستم. یا بگوین ma vie est plein d'espoir، زندگی ما پر از امید است. به قسم. صحیح؟ je suis toujours optimiste، je suis toujours optimiste، I am always optimistic، من همیشه خوشبین هستم. j'ai déjà démissionné، j'ai déjà démissionné، I already resigned، من قبلا استعفا دادم یا من قبلا استعفا کردیم. به قسم. درسته دوستای گرامی؟ دیگه ای درباره موضوع آرزو، امید، درباره بی‌قدرتی، درباره محبت، لطافت سلایدی بود که به اتمام رسید. البته این درس محکمه که طولانی است، بازم معذرت میخوایم دوستای گرامی، کم مونده انشالله. میریم به سلاید بعدی. خب در این سلاید دوستا لو استرس یعنی استرس، درباره فشار میگیم. حالا قبلا به شما گفتیم منی که یک البته ما شما لا و لس خواندیم منی که او خستگی بوده، ولی او خستگی چی بوده که شما ذهنی خسته می بودین. اینجا شما نال خستگی بدنتان است که یا فشار است که بالای شما میایه و شما خستگی احساس میکنین یا مانده میشوین. با زبان عامیانه ما شما مانده میگیم نه؟ وقتی که شما یک کار زیاد انجام میدهین، یک چیز میکنین و مانده میشین، ایرا خستگی میگوید نه؟ حالا اگه بگوین که ایپویزه، ببینید تلفظ ایپویزه، extenuate، burned out یا exhausted، خسته شده. مثلا شما در یک حالت میرسید که بسیار دیگه خسته میشین، بیخی از دست پای میمانین، دلتان که ایپویزه میگن یا extenuate. درست است؟ خب گرنشو یا شفوا.
اگر شما مؤنث استفاده میکنین چی میگه؟ گرنشوز، 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 یا شفوین، 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 کرنکی، کرنکی. بد اخلاق یا لعنتی است. یک کس است بسیار بد اخلاق است، بسیار مثلا زشت است. برای شما از این لغات استفاده میتونین. درسته دوستا؟ خب لغت بعدی که است کخوه، 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 وانه، وانه، وانه. خب دوستا، ما شما در اینجا گفتیم که ایپویزه و اکستنوی با حالت ماندگی را میگه یا حالت زلگی را میگه. ولی اگر شما سلنگ گپ میزنین دوستا، خدا کنه که سلنگ معنیش بفهمین. سلنگ زبان را میگه که ما شما مثلا همراه دوستا، همراه اندیوالای خود گپ میزنیم. به طور مثال در وطن ما شما میگیم که نه، میگیم یک گلاس آب بیار، ولی او است چه قسم است که یک گلاس آب بیار. اینمی او که میگیم این یک زبان عامیانه گپ میزنیم نه. پس این همچنان است. زمانی که شما خسته می باشین شما میتونید که خووه یا ونه استفاده کنید، ولی این که است سلنگ است، زبان عامیانه است. exhausted معنی چی؟ خسته. درست شد دوستای گرامی؟ خدا کنه ای را فهمیده باشین. خب لغت بعدی که است ایغانته، ایغانته، ایغانته و یا اکستنوی. فرزلد، فرزلد. این چی است؟ فرسوده یا توته توته. البته فرسوده اینجا به معنای ازی فرسوده چی نیست که مثلا شما غذا ببخشین فرسوده یک توته فرسوده میشه یا توته مثلا یک چیز میشه. اینجا مثلا مراد یا مطلب از خود بدن تو شما است که میگین توته و توته فرسوده فرسوده شده که به این قسم. درست است؟ لغت بعدی که است بولورسه، بولورسه، ابتو، ابتو، ابتو. overwhelmed، overwhelmed. غرق شده، غرق شده. ها agite، agite، agite. restless، بیقرار، بیقرار. البته agite هیجان و مانا میده. خب مو بیقرار اینجا همچنان میشه. مثلا شما زیاد کار میکنین، مانده میشوین، خسته میشوین، فکر کنین دستتان درد پیدا میکنه، پایتان درد پیدا میکنه، بیقرار میشین نه؟ به این قسم. درسته دوستا؟ خب لغت بعدی که است ابغانله، 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 ابغانله. سکوه، سکوه، سکوه. بولورسه، بولورسه. شکن، تکان داده شده. درست است؟ تکان داده شده. باز هم بعض لغات اینجا استفاده شده. گفته شده که je suis épuisé، je suis épuisé. I am exhausted. من خستم، من خستم. و معنی از این است که کار کردین بسیار خسته و زله شدین. je suis bouleversé، je suis bouleversé. I am upset. من ناراحتم و یا من دقم. درست است؟ ناراحتم استفاده میتونین، دقم استفاده میتونین. مثلا شما فکر کنین که در کارش پیش شما اشتباه شده، یا خدا نخواسته فکر کنین در وطن خدا نخواسته باز یک انتحاری شده و بسیار تلفات شده. شما در این موقع میتونین استفاده کنین که je suis bouleversé. من بسیار دلبد هستم، یا مثال بسیار ناراحت هستم به قسم. خب je suis agité، je suis agité. I am agitated. من آشفتم. درست دوستا؟ دیگه این سلاید نیز به خیر به پایان رسید. میریم به طرف سلاید آخری که چی است. در این سلاید ما دوستای گرامی گفته شده که لدوت، لو دوت، لو دوت. دوت مطلب چی است؟ داوت. به انگلیسی چی میگیش؟ داوت. سپلش یک چیز است، البته تلفظاتش مختلف است. به فرانسوی دوت میگه، به انگلیسی داوت میگه. شبهه، شک، شک، شبهه، هر چیز که نال شما میگین. درست است؟ میگه شک شبهه نکو. اینه میره دوت میگه. خب لغت نخست که است که اینجا چی است؟ unsatisfied، unsatisfied، unsatisfied. dissatisfied، ناراضی، ناراضی.
پس بعض اوقات گفته که این ناراضی چی مربوط میشه به شک شبه. ببینید یک کسی به شما یک کار انجام میده و شما متردد میشین، درست است که ناراض میشین که آیا امی کار امی نفر کده نکده، امی کار خوب شده یا خراب شده. یعنی می خودش یک ناراضی بودن است و امی خودش یک شک است. درست است. لغت بعدی که است دیکنسخته، دیکنسخته، دیکنسخته یا دیغوته، دیغوته، دیغوته. perplexed، perplexed. البته ای perplexed گیج شدن هم میگه. خود فرانسوی هم پرپلکس میگه. امی کدام گیج که میشی چی برش دیکنسخته بگویی، درست است. دیکون سخته، دیکون سخته بگوین، دیغوته بگوین و یا پرپلکس بگوین، عین معناست، یک معنای گیج شدن. درست است. در یک چیز شما گیج میشین، در یک چیز حیران میشین. درست است دوستا. خب لغت بعدی که است ریتیسون، ریتیسون، ریتیسون. ریکالتنت، ریکالتنت، بیمیل. صحیح است. بیمیل، به یک چیز شما بیمیل میشین، مثلا درباره یک چیز میل ندارین. لغت بعدی که است شوکه، شوکه، شوکه. بولورسه، بولورسه. stupefy، stupefy. shocked، shocked. شوکه شدن، ناراحت شدن. درست است. خب لغت بعدی که ما شما داریم ای سوبسونیو، سوبسونیو، سوبسونیو. سوبسون دوستا متردد و یا شکمند میگه. سوبسونیو زمانی می شود که شما بر مذکر استفاده میکنین، یا سسپیسیو، سوسپیسیو، سوسپیسیو. اگر مذکر مؤنث استفاده میکنین سوبسونیوس، سوبسونیوس، سوبسونیوس. یا سسپیسیوس، سوسپیسیوس، سوسپیسیوس. سسپیشیس، مشکوک، شکمن، متردد درباره یک چیز، دو دله درباره یک چیز. درست است. خب آنسختن، آنسخته، آنسخته. انشور، نامطمئن، درباره یک چیز شما مطمئن نیستین، درباره یک چیز شما اعتماد ندارین، باز هم متردد هستین، مشکوک هستین. صحیح شد. دیگه این لغات شد لغات است درباره همه چیزایی که شما مثلا شک دارین. درست است به قسم. دیگه دوستای گرامی اینجا درس ما شما به پایان میرسه و این بسیار یک درس طولانی فکر میکنم که در کل سری است یا در کل لیست درس ها بوده. خدا کنه که از این درس شما لذت برده باشین و باز هم به طور معمول در بیتیوت شما میتونید که درس پی دی اف دانلود کنین و کار کنین بالایش. دیگه تا درس بعدی شما به خدای یگانه میسپارم. خدا حافظ و نگهدارتان.